در شهر گویاکیل اکوادور چمپیونات جهان اوید با گشتین دیزودو میان جوانان جریان دارد. در روز یکم رقابت‌ها در وزن 66 کیلوگرم تاجیکستان را نورعلی امامعلی معرفی کرده سزاوار نشان طلایی مسابقه گشت. نورعلی امامعلی در دور یکم با ورزشگر ایتالیا والریو اکولی نیروسنجی کرده او را مغلوب کرد. در دور دوم نورعلی مقابل جودوکار فرانسوی ماکسیم موندانگ قرار گرفت. این نوبت هم نورعلی امامعلی پیروزی را به دست آورد. در چهارک نهایی رقیبش از ترک محمد دمیرل را شکست داد. در دور نیم نهایی نورعلی امامعلی با اوزوورانو رادو از مولدووا قوه آزمایی کرده او را نیز شکست داد. در واخوری نهایی نورعلی با جودوکار همسایه کشور ازبکستان قهرمان فعلی آسیا بین جوانان عزیزبک اورتقوف قوه آزمایی کرد. ورزشگران نبرد شدید انجام دادند. نهایت 10 ثانیه دیگر ماند و نورعلی امامعلی رقیب خود را از ازبکستان نیز شکست داد و سزاوار مدال طلا شد.